若非为你活，谁要这名满九州？爱为我所用，才不枉生无敌手。凌风的高颂会让我觉得落空，绞尽所有，要和你生死相从。为何我越战越觉得苦痛，没能得到你许我的平凡朝暮，那情愿路回到落，只是道生负与善恶数情数重，只有爱给我天空海阔，你的英雄。دربند زیبایی قسمت 6. من خسته گفتم دیدی؟ بس که گفتم ارباب قطعا نزدیک بود با مشیاچی‌ها بمیرن و تو تازه رسیدی اینجا. تو یه خفاشی با پرای مرغ سعی داری وانمود کنی کی هستی؟ مثل یه سگ هستی که سعی داره سایه یه عروسکی و گاز بگیره. شما با چه زور زدین؟ زود باشین بریم نه وگرنه مریض میشین. بریم داری چی کار میکنی؟ نگران شدم سرما بخوره. من به محبت علکی تو نیازی ندارم. تو چه نمک نشناسی هست؟跨越山海，赴你的风月，等白首一如书写，江南烟雨不是落在你眉间，此生不枉然。سرورم خب باید این واقعا مضحکه به نظرم. به طور قطع خیلی مشغول کار بودم. طبیب هم گفتش که حالش خوبه جناب گانگستان. پس نیازی به نگرانی شما نیست. نگید شما عروس مجروحتون رو برای چند روز در معرض باد و بارونه بیرون شهر رها کردین ارباب. اگه خبر این به مردم یانجو برسه شأن شما رو پایین میاره. به نظر من وقتی بانو بیدار شدن باید یه عذرخواهی مناسب به عمل بیارید. بانوی من، بانوی من، بفرمایید. آروم. بانوی من بالاخره بیدار شدید. مگه چند وقت خواب بودم؟ 2 روز و 1 شب. بانوی من باید گرسنتون باشه. شیاوتو به آشپزخونه رفت تا غذا آماده کنه، قراره سوپ بیاره. اینجا دیگه کجاست؟ اینجا تالار خواب اربابه. اون روز شما بیهوش بودید و خیلی تب داشتید. ارباب طبیب رو احضار کردن، اما بعد اینکه طبیب رفتن شخص دیگه‌ای به نام ژنگشو اومد. گفت ارباب خوششون نمیاد بقیه تو تالار اصلی باشن و بانوژو درخواست کرد به تالار فرعی بریم. سرورم، سرورم، حالت بهتره؟ خیلی بهترم. به عنوان رئیس خاندان وی افتخار و کسر شنش به جون خریدین و روی ازدواج با من پافشاری کردین. این روزای اخیر باید براتون سخت بوده باشه. خوبه که درک میکنی. اینجا یوجونه، کانگجون نیست.
همچنین اتفاقاتی از این به بعد زیاد پیش میاد. بله. دستور میدم که یکی بیاد برای تخت آماده کنه. نه نیازی نیست. یه کمی پیش مادر شخصی به اسم ژنگشو اومد اینجا تا بهم بگه یه جای دیگر رو برای استراحتم ترتیب داده. سرورم میخواستم بپرسم شما میدونین تالار فرعی کجاست؟ و اینکه چقدر دوره؟ تالار فرعی؟ نه نیازی به نگرانی نیست سرورم. من فقط یه کمی سرما خوردم. هنوزم میتونم یه چند قدمی راه برم. خیلی حالم بده. فردا ولی داروی بیشتری میخورم. سرورم لطفاً یکیو بفرستین که راهو نشونم بده. بابت دستم به لطف اون پودر التیام بخش شما باید تو چند روز دیگه خوب بشه. سرورم لطفاً یکم صبر کنین تا من آماده شم. صبر کن. برو روی تختت استراحت کن. من به تالار فرعی میرم. بابت نگرانیتون ممنونم. پس من فعلا استراحت میکنم. سرورم شما هم باید زودتر بخوابین. بانوی من رفتن. خب بانوی من همونطور که ژنگشو ترتیب داد باید به تالار فرعی بری. اونو 3 روز منو بیرون شهر ول کردن. اگه بخوام همینطوری ازشون اطاعت کنم پس چطوری میتونم بانوی وی باشم؟ ها؟ ژانگلین بانوچیا رو به اتاق برگردوندن؟ برای اینکه ترحم شاه رو بخره خیلی با وقار رفتار کردم. شما هنوز با هم ملاقات نکردین. به این زودی شاه دست رد به خواستتون زد و آوردنشون داخل. اگه این ادامه پیدا کنه فاجعه میشه. عمه نگران نباشین. من دستورالعمل ساحر اعظم رو اجرا کردم و بانوچیا رو به یه تالار دور افتاده و به دور از تالار اصلی شاه برساندم. امارت وی، کشور وی. چه لباس باشکوهی درست کردین. وقتی ارباب ببیننشون مطمئناً بابت مهارت هوشتون تشویقتون میکنه. حتی نمیدونم اندازشون بشه یا نه. ماهاس همو ندیدیم و مجبور بودم با اندازه قبلی شاه درستشون کنم. واقعا شانسمون ته کشیده. معمولا فقط گلدونای تالار رو تمیز میکنیم، اما حالا باید به بانوچیا او خدمت کنیم. سرورم هیچ کس دیگه تو اتاق نیست. بانوچیا دیشب کجا خوابیدن؟
چی گفتی؟ دیشب چیاو تو تالار اصلی خوابیده و باعث شده ژانگلین تو تالار فری بخوابه. این پذیرفتنی نیست. چطور جرأت میکنه با پسرم اینطوری برخورد کنه؟ گذشته چند روز شما شخصا بانو چیاو رو به درون امارت آوردن. حتما داره از لطف ایشون سوء استفاده میکنه. اسم این امارت هنوز ویه؟ تبریک میگم سرورم. پروژه کانال یونگنینگ به آرومی شروع شده. وقتی آب از درونش جاری بشه مطمئنا منفعتش به مردم میرسه. خدمت بزرگی در زمان حال و نعمتی برای نسل‌های آینده است. فعلیان گوش کن. بله. دستور بده 3000 نیروی نخبه در پانیه مستقر بشن. خب چندین کشور مراقب پانیه هستن. در ضمن 14 سال پیش جنگ بابت کانال یونگنینگ شروع شد. درسته که الان من به شرایطی ترسناک رسیدم و اونا جرأت ندارن که به این راحتی بهمون حمله کنن، ولی باز هم باید برای احتیاط آماده باشیم. استقرار نیرو در پانیی از کانال محافظت میکنه و همچنین میتونه یانجو رو دچار احساس خطر کنه که یه روزی بتونیم بهشون حمله کنیم. سرورم، شما تازه با بانو چیاو ازدواج کردید. به تازگی صلح بین وی و یانجو به دست اومده. اگه الان نیروهامون رو مستقر کنیم ممکنه باعث ترس خاندان چیاو بشه. ممکنه موقعیت کنونی و ثبات خارج اهمیتی قائل نمیشن. خاندان چیاو همیشه با ترس برخورد کردن. خب وقتی بانو این خبر رو بشنون پیش خودشون چه فکر میکنن؟ چطور میتونین به زندگی مشترکتون با ایشون ادامه بدین سرورم؟ وقتی ازدواج کردم گفتم که باید به یه وی تبدیل بشه. در ضمن الان اصلا وقت نگرانی واسه این چیزا رو نداره. شیوتو امروز گشت و گذاره توی شهر چطور پیش رفت؟ به چند تا مغازه نگاه انداختم. چند روز دیگه میرم صحبت میکنم. خوبه. مگه نگفت امروز خارج میشه؟ مسئله هنوز جمع نکردین؟ سرورم سرورم چی شده؟ مگه حالت بهتر نشده بود؟ شما خبر ندارین. وقتی امروز رفتم دیدار مادر میخواستم سر حال به نظر برسم. برای هم یه کمی برگ نعنا خوردم تو سرفام کمتر شد. نمیدونم با دوروی سرماخوردگی طبیعی سازگار نبود یا چیز دیگه، اما حالا سرفام دارن بدتر میشن. چونیان برو طبیب رو بیار. نه نمیخواد. عجله کن. نه نیازی نیست. نمیخوام مزاحم استراحت شما بشم. برای همین یک کم پیش به چونیان گفتم که وسایلمون رو جمع کنه بریم تالار فرعی. همین حالا همه بارا رو بردارین به منم بدین. بنوشید من میرم بیارم. زود باشین عجله کنین وسایل رو جمع کنین. به من بیشتر بدین میتونم وسایل بیشتری بیارم. حالا صندوق رو بلند کنین. زود باشین عجله کنین. خیلی خوب کافیه بسه. تمومش کن. یه روز دیگه میتونی همینجا بمونی. فردا برمیگردم. ممنونم سرورم. آب بدین.
دفتر امور دربار. الان دیگه وقت جوونه زدن و رشد محصوله، اما در سر کشور وی به جز یانجون و هانجون اکثر مناطق با خشکسالی روبروان. ممکنه روی برداشت محصول سال بعد تاثیر بذاره. حکم ما اجرا کن. از امروز به بعد مصرف آب امور محلی اولویت بندی میشه. نیازهای ارتش در اولویت دومه. چشم قربان. این کار مناسب نیست. ذخایر انبار ارتش مصرف آب زیادی نیاز داره. در ضمن ما به تازگی شیندو و پانی پس گرفتیم. روحیه ارتشمون تو بالاترین حالته. باید به جلو پیشروی کنیم. دارم با شما صحبت میکنم. شاید شما نمیدونید عمو جان، اما بعد از سالها جنگ هم مردم و هم سربازا خستن. دلیلی که من با یانجو هم پیمان شدم خریدن زمان واسه بهبودی، بازسازی و صبر برای لحظه درست بود. پس به طور خلاصه اگه بخوام بگم تا زمانی که به خاکمون تعرضی نشه همه رو شروع نمی کنم. اجتناب شما از جنگ غیر قابل درکه، ولی اگه وضعیت اینطوره ممکنه فرصت خوبی برای در نظر گرفتن ولیعهد باشه. میبینین؟ بانوچی‌ها هنوز در سوگواری به سر میبرن. نمیتونن برای شما فرزندی به دنیا بیارن. در این صورت چرا یه همسر دیگه اختیار نمیکنین؟ کمتر از 3 ماه از ازدواج ارباب میگذره. همسر انتخاب کردن الان اصلا مناسب نیست. چرا مناسب نباشه؟ فرق بین 3 ماه و 3 روز چیه؟ ها؟ سرورم، اگه میخواین حرفمو رد کنین دیگه چیزی نمیگم، اما اگه امروز این مسئله رو 3 ماه عقب بندازین فردا روزی تا 3 سالم عقب میندازینش. همونطوری که ضرب المثل میگه هانجون به زناش معروفه و یوجون به مرداش. من دختر خونده‌ای با سن مناسب دارم که میتونه به ادامه دادن نسل شما کمک کنه. عالی جناب، با داشتن یه وارث خیال همه ما جمعه. پس شما دارین میگین که اگه من وارث نداشته باشم خیالتون جمع نیست؟ من فقط به فکر منفعت کشورمم. اگه شما کسی رو دارین که دوستش دارین من دیگه حرفی نمیزنم، اما ازدواج شما با بانوچی‌ها به دلایل سیاسی بوده. عشقی در کار نیست. امید به داشتن وارث از ایشون کمه. برای همین ازتون میخوام زودتر همسری انتخاب کنین تا از ادامه پیدا کردن خون خانواده مطمئن بشیم. خواهش میکنم ازم بپذیرین. سرورم، انتخاب همسر دوم مسئله مهمیه. باید در تمامی شهرهای انتخاب عمومی برگزار کنیم، نه فقط هانجون. ما میتونیم کمک کنیم درخورترین ها رو براتون انتخاب کنیم. کی گفته بین من و بانوچی‌ها عشقی وجود نداره؟ اعتراف میکنم که برای پانی با ایشون ازدواج کردم، اما با گذراندن وقت با ایشون متوجه شدم که ایشون نه تنها زیبا هستن بلکه به مردمم خیلی اهمیت میدن، با استعدادن و کاملا لایق اینن که همسر من باشن. در ضمن وقتی ما ازدواج کردیم سوگند یاد کردن که یه وی باشن نه یه چیاوگوی به تازگی مرده، اما ایشون برای ازدواج با من پافشاری کرد. این یه خیانت به خاندان خودشونه، اما حالا ما 2 نفر از صمیم قلب عاشق همیم. پس عمو جان، در کنار من جایی واسه همسر دیگه‌ای وجود نداره. شنیدم که بانو ناخوش بودن و ارباب برای استراحت ایشون از تالار اصلی دست کشیدن. ایشون به تالار فرعی رفتن. ارباب با اکثر اهمیت و عشق با بانو برخورد میکنن. خبرش در تمام امارت پیچیده. دقیقاً. ممکنم هست حقیقت نداشته باشه. جناب گانگسانتاش یادم میرفت. تن؟ بله قربان. بهت گفتم وسایل مورد علاقه منو سر جاشون بذاری، انجامش دادی؟ همه چیز جوری که دستور داده بودین و خواسته بودین ترتیب داده شده. تالار فرعی یکم کوچیکه قربان، برای همین جای درستی برای آویزون کردن کمان مورد علاقتون پیدا نکردیم. ارباب واقعا برای بانو ارزش قائلن، حتی حاضر شدن برای ایشون به تالار فرعی برن. عشقشون واقعا خالصه.
این معلومه. بسیار خوب، ممنونم مامان جان، اما مجبورم که پیشنهاد پر محبت شما رو رد کنم. بابت نگرانیتون ممنونیم جنرال وی. جنرال وی خیلی با فکرن. بابت نیت خوبتون متشکرم. اینا همگی همونطور که میبینین فقط نمیخوان کسی که من پیشنهاد میدم در کنارشون باشه. نمیتونین ببینین در مقابل ما محافظه کار شدن. چرا پیش خدمت ها یه دفعه تغییر رفتار دادن؟ ممکنه ارباب فرستاده باشنشون؟ ارباب چندین روزه که در تالار فرعی اقامت دارن تا بانو بهبود پیدا کنن. فرستادن چند ندیمه برای رسیدگی به ایشون مسئله عجیبی نیست، درسته؟ واقعا همینطور که دایشان گفت با آدمای اطرافشون مهربونن؟ شیوزو به تالار فرعی برو به ارباب بگو من کاملا بهبود پیدا کردم، ازشون بخوا برگردن. بله. بانوی من؟ تن اینجا چی کار میکنی؟ ارباب ازم خواستن که وسایل خواب و چند تا لباس براشون ببرم. همین حالا بانو ازم خواستن که از ایشون بخوام برگردم. اخیراً ارباب به شدت مشغول کار بودن و دیر وقت برمیگردن. قصد دارن مدتی در تالار فرعی بمونن و بهم گفتن که به بانو یادآوری کنم که در تالار اصلی به خوبی بهبود پیدا کنن. در تمام امارت همه میدونن که دیروز ارباب پیشنهاد عموشون رو راجع به انتخاب همسر رد کردن. گفتن شما با همدیگه در مقابل خطرهایی قرار گرفتید و با انتخاب همسر دوم شأن شما رو پایین نمیارن. ندیمه ها هم حتما شنیدن. الان دیگه کی جرأت میکنه باتون بد باشه؟ از وقتی به پانی رسیدیم بین شما و ارباب واقعا عشقی شکل گرفته بانوی من. اگه ارباب به محافظت از شما ادامه بده من مطمئنم تو این خاندان زیاد اذیت نمیشین. بین زن و شوهر عشق بیشترین اهمیت رو داره بانوی من. عمو یه بار گفتن به خاطر زنم و هیچ وقت همسر دومی نمیگیرن. فکر نکنم این به تنهایی به معنای عشق باشه. در ضمن مردم معمولا مسیر بقیه رو در پیش میگیرن. حالا چون همه اینو میگن دلیل نمیشه که منم باور کنم. دقیقاً اگه یه زندگی عاشقانه میخواین نمیتونین تنها به تلاش‌های ارباب تکیه کنین. شیوتاو کجاست؟ اون بچه از وقتی که به یوجون رسیدیم داره از جایزه شما استفاده میکنه تا کاری را بندازه. گفت که میخواد شما بقیه زندگیتون رو به راحتی بگذرونین و در آرامش باشین. قربان، قیمت این جواهر پیشونی طلایی چقدره؟ این قیمتش 500 تاست. این سنجاق موی یشمی چطور؟ اینم قیمتش 800 تاست. میتونم نگاه کنم؟ البته بفرمایید. قربان، توی کسب و کار مقایسه بین کالاهای خطر بزرگه. خانم منظورتون چیه؟ کالاهاتون قابل قبولن اما به اندازه کافی خوب نیست. این یکی متفاوته. این آخرین مدل از گانگجون تو یانجوه. به یکی 1500 کوپر دادم تا برام بخرتش. الان دیگه تموم شده و نیست. اگه به یه امانت فروشی ببرینش میتونید تا 2000 کوپر بفروشینش، ولی من الان به پول شوخونه نیاز دارم. نظرتون چیه که برای من بفروشیدش؟ کیفیت خوبی داره اما ممکنه 2000 کوپر براش زیاد باشه. خب اگه بتونی به این قیمت بفروشیش من فقط 1200 تاشو برمیدارم. 800 تاش مال خودت. بدون کارگر یا مواد اولیه میتونم پول در بیارم؟ معامله مرکه ای نیست. انتخاب اعضای نیروی نخبه چطور پیش میره؟ سرورم توی این چند روز به همراه چند تا ژنرال دیگه مشغول آموزش نیروها بودیم. اسمشو تمرین گذاشتیم اما در واقع نوعی آزمایش بود. انتخابمونم کردیم. به دستور ژنرال ویکو 3000 نیروی نخبه میتونه مستقیما آزاد شه. اما همه سوار نظام. جدا از اون 3000 تا 1000 تا نیروی شناگر هم انتخاب کنه تا همراهی بکنه. چیجون کشور دیانگیا، امارت وارث دیانگیا،
کشور لیانگیا. اگه میدونستیم واقعا پانگی جهیزیه شیائو چیائوه، شما مجبور میشدیم بهتر برخورد کنیم و کشور وی به همچین معامله خوبی نمیرسید. حتی نیروهاشونو توی پانگی مستقر کردن. الان دیگه پس گرفتن پانگی برامون خیلی سخته. کشور وی میخواد اولین ضربه رو بزنه. عمو جان چرا اینو به پدر گزارش ندیم و نیروهامونو تو جیاوگان افزایش ندیم تا به پانی فشار بیاریم؟ حق با توه. آره حق با توه. من فوراً میرم. بانوی من یه نامه از یانشو برام بخونش. از همسرتون بعد از ازدواج پیروی کنید، وظایف و دینتون رو به درستی ادا کنید، وفادار باشید و عشق بورزید، فرزندی بیاورید، به خاندانشون بی احترامی نکنید. این واقعا یه نامه خانوادگیه. واضحه که دستورالعمل چگونه زن بودنه. بانوی من، شما اینجا خیلی دشواری دارین. با این حال فرماندار هنوز امیدش به شماست که جنگ بین دو قبیله رو حل کنی. مشخصه که عمو جان خیلی نگران یانشو هستن. امیدوارن بتونم از مهربونی و زیباییم استفاده کنم تا اربابو ترغیب کنم باعث منفعت یانشو بشه، تا اونجا رو مورد هدف قرار نده. اما تو این دنیا چه چیزی اینقدر راحته که این باشه؟ سرورم، برداشت پارسال ناکافی بود. ممکنه سال بعد یه قحطی دیگه هم داشته باشیم. فقط هانجون هنوز محصول اضافی داره. اگه نظر منو بخواین بهتر دختر خونده‌ش رو به عنوان همسر دومتون قبول بکنین. در ضمن بانو چیائو که نمیتونن همسرتون بمونن. یه چیائو هیچ وقت نمیتونه بانو چیائو لایق شما نیستن. دختر ویدیارم نمیتونن قابل قبول باشن. همسر کافیه. ازدواج من با ایشون هم شخصی هم سیاسی. حرفاتونو توی اطلاع نادیده گرفتم، اما اینجا داره تحقیقاته و شما زیر دستای من هستین. چطور جرأت میکنه جلوی من بعد بانو رو بگی؟ ببخشید قربان. از لحظه که ازدواج کردم ایشون بانوی وی هستن. شما هرگز اعتماد به نفس و شجاعت ایشون رو ندیدین. دیگه راجع به همسر دوم با من صحبت نمی کنین. بله قربان. خیلی قشنگ بود. داشتم راجع به این سوپ لوبیا قرمز حرف می‌زدم. زود باش بریم. بانوی من؟ قربان، بانو نگران بودن که ارباب خسته باشن، برای همین سوپ آوردن. چی گفتی؟ بلندتر بگو. بانو نگران بودن که ارباب خسته باشن، برای همین سوپ آوردن. بیرون منتظرتونن. تازه عروس و داماد چقدر به هم اهمیت میدن. چه دوست داشتنی. درسته، هوا خیلی سرده. ایشون سرما خوردن اما خودشون شخصا اومدن. بهشون بگو وارد شن. شما دستور دادین که هیچ زنی اجازه ورود به اداره تحقیقات رو نداره به هیچ وجه، و اگه من در انجامش شکست بخورم حقوق سالیانم رو نمیگیرم. بانو استثناء هستن. چشم قربان. صبر کن، فراموشش کن، خودم میرم دنبالشون. ارباب معمولا در اداره تحقیقات به مسائل کشور میرسن. باید واقعا به بانو اعتماد داشته باشن. واقعا بانو چیائو اینقدر بی‌نقصن؟ بانو تشریف آوردن. بانو بزن. اینا بزرگان خاندان هستن، نیازی به رسمی بودن نیست. بانوی من. امروز هوا خیلی سرده، با این حال لباس کم میپوشیدی. تن ردای منو بیار اینجا. چشم. حتی گفت براشون ردا بیارن.
مزاحم وقت گذراندن شما نمیشیم. ما دیگه رفع زحمت میکنیم. رفع زحمت میکنیم. خیلی خوب. امروز بیخبر اومدم تا ازتون تشکر کنم که گذاشتین تمام این مدت تو تالار اصلی بمونم. دیگه کاملا حالم خوب شده. امیدوارم که امشب خودتون برگردین اونجا. متوجه شدم. بیا.一句日常刻板，一眼看你秀灯火阑珊，若两月阴差阳错小美满，为你心地上添种浪漫，往昔日爱恋来日常伴，共赴尘世轮转。ما همه آماده شده بودیم که امشب به تالار فرعی بریم و حتی همه وسیله هامون رو جمع کرده بودیم، اما دل ارباب برای بانو سوخت و به جاش ما اینجا موندگار شدیم. بانوی من، لپتون مثل میوه قرمز شده، نکنه که سرما خوردی؟ نه، حالم خوبه، ولی اخیراً بدون هیچ دلیل خاصی قلبم تون میزنه. البته ارباب تو مسیر برگشت شما رو بغل کرده آورد. خیلی ها شما رو دیدن. چرا نباید قلبتون تون بزنه؟ اما اون روز بدتر بود. اون روز؟ همون روزی که وارد شهر شدی. شما تب زیادی داشتید. ارباب همینطوری شما رو آوردن. ایشون دارن به بغل کردن شما عادت میکنن، اما حالا شما دارید خجالت زده میشید. من راجع به ایشون اشتباه فکر میکردم. قصدشون رها کردن من بیرون شهر نبود، ولی من مجبورشون کردم چند روز تو تالار فرعی بمونه. بانو خوابیدن؟ تن؟ چرا انقدر دیر وقت اومده اینجا؟ اومدم. بانوی من، اینا چیان؟ ارباب ازم خواستن تا اینا رو برای شما بیارم. گفتن وقتی بیرون شهر بودین لباساتون زیر بارون خیس. اینا برای دوختن لباسای جدیده. و گفتن که هنوز شما سوگوارین. برای همین بهتره که پارچه رنگ روشن بپوشین. ارباب واقعا با ملاحظه‌ن. امارت وی. ایشون بالاخره اومدن. الان قصد دارن که برای زندگی به اینجا بیان. وقتی ایشون در تالار اصلی هن، ارباب در تالار فرعی میمونن. تازه عروس مثلا ادبش کجا رفته؟ هنوز که خیلی زوده. چرا اومدی اینجا؟ هوا سرده. رداتون رو براتون آوردم. من نیازی به مراقبتت ندارم، فقط مراقب خودت باش. این اتاقیه که برای بانو آماده کردن؟
اینجا که خیلی خالیه. انتظار نداشتم ارباب اینقدر خوب باهاش برخورد کنه. کی میدونه چه ترفندی زده. از اونجا صدامونو خوب میشنوی؟ خجالت نکشید برید تو صحبت کنی. دارید میرید؟ توی خونه خانواده‌ات چون میدونن دیر یا زود ازدواج میکنی مثل یه غریبه باد برخورد میکنن. بعد از ازدواج خانواده همسرت هم مثل یه غریبه باد برخورد میکنن چون نیمه راه بهشون ملحق شدی. زن بودن سخته اما شما خوششانسی. ارباب شما رو بالای چشمش میذاره، واسه همین سخت نیست. منو به چشم همسرش میبینه و رفتارش با هم خوبه. منم باید مطمئن شم همه چی درست پیش میره. لطفاً سریعتر اینجا رو تمیز کنین تا براشون کاملا راحت باشه. نه صبر کن. از اونجایی که منو غریبه میبینن پس کارایی مثل مرتب کردن اتاقشون باید توسط خودشون انجام بشه. صداشون بزن. چشم. شیوتو؟ بله. لطفاً برو پرسجو کن. حتما. دونگ. نه بابا چی میخوای؟ فقط چند تا سوال دارم. مشاور گفتن هیچ سوالی راجع به امور ارتشی کشور و ارباب مجاز نیست. حتما. سوالم راجع به ارباب نیست، راجع به توه. از من؟ آره. چه سوالی ازم داری؟ من بهت اهمیت میدم. پس باشه. پس بذار ازت بپرسم معمولا ارتباطت با ارباب چطوره؟ ما با هم میخوریم و میخوابیم. خب معمولا چی کار میکنی؟ همیشه داریم تمرین میکنیم. این عالیه. بگو ببینم بعد تمرین چی میخوری؟ چیزای خیلی زیاد خب گوشت گوساله، گوشت گوسفند و اصلا من برای چی دارم اینا رو به تو میگم؟ من کارهای خیلی مهمی دارم. من که سوالم تموم نشده دونگ. داری چی کار میکنه؟ نکنه امروز صبح روحتو از دست دادی؟ نه بابا. خب چند تا سوال دارم. اگه یه زن راجع به کارهای روزانه و جزئیاتش ازت بپرسه قصدش دقیقاً چی میتونه باشه؟ میشه بهم بگی؟ جاسوسی امور ارتشو میکنه. دنبال حقوقت. مزخرفه. تو همیشه با زن و سر و کار داری. نظر تو چیه؟ واقعا میخوای بدونی؟ آره. امشب با بچه‌ها تو مهمانخانه لوژون قرار دارم. پول نوشیدنیم چی شد؟ باشه بابا من پولشو میدم. بگو. دیدی؟ میدونستم برات یه هزینه‌ای داره. گوش کن. توی این دنیای بزرگ اگه یه مرد یا یه زن ناگهانی توجهش جلب زندگی روزمره، حتی غذا و برنامه‌ریزی روزانه یکی دیگه بشه، اون وقت شکی نیست که اون زن یا مرد داره عاشق اون شخص میشه. اصلا ممکن نیست. هی بانوی من از ویلیانگ راجع به جزئیات پرسیدم. ارباب باهاشون زندگی میکنن و غذا میخورن، پس هرچی ویلیانگ معمولا میخوره باید مورد علاقه ارباب باشه. پس همینا رو آماده کن. فهمیدم. تن؟ بله. اینا رو کی آماده کرده؟ کار بانو بود قربان. بعد از اینکه امروز صبح شما رفتین شروع کردم به آماده کردن این غذا. پس برو به ایشون بگو مدتیه که توی یوجون بوده. فردا واسه ملاقات با مادر بزرگ میبرمشون. چشم. لباسم چطوره؟ فوق‌العاده است. خیلی زیبا شدین. حتما بانوشو خرسند میشن.
از وقتی که بالغ شدین همیشه اعتماد به نفس بالایی داشتین. نگران نباشین. وقتی اولین بار اومدم یوجون به خاطر رابطه بین خاندان و بزرگان ملاقات نکردم، اما حالا ارباب شخصا دارن منو به دیدنشون میبرن، پس باید خیلی با ملاحظه باشم. بیان بریم. سرورم نمیشه یکم آرومتر را بریم؟ من برای ملاقات با بزرگان لباس رسمی پوشیدم، نمیشه باش سری را رفت. شما همینطوریشم، قدتون از من بلندتر، پاهای بلندی دارین. اگه اینطوری بریم بهتون نمیرسم. چقدر پردرد سر. داریم به یه زبان سری صحبت میکنیم. دارم میگم چون پاهات کوتاه اول تو باید بری. آها. اگه زودتر از منم راه بیفتی بازم میتونم بهت برسم. برو دیگه.此生还无言，却隔岸。曾和气像梦点燃，又怅然。划过我指尖，悄然拨动了心弦。恍若故人，却又隐忍10年。情字尽头无所求，且只辗转朝暮人间，难两全。烽火中聚散，凭空一眼，此生怎能忘却？等白首一如水眉间，心上流连。我愿站在宿命护你的笑颜，哪怕身后是风雪，再多浮生只为这一生思念，此生不枉然。我愿跨越山海，赴你的风月，等白首一如初见。江南烟雨不是落在你